همدیاران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در ولایت سوخت دهه سمچک جماعت دهه دادابای خلمتوف ناحیه باباجان غفوروف خونه اکی نمجان یک جو فهمیدم که پسته دارن درخت آوردم یک تا درخت پسته خالی ناحیه باباجان غفوروف پسته گلش ببینید چقدر گل کردگی ببینید غرقی گل افسوس پسته یک دانه اکون پسته فایدهش دیدین و هنکه ها اونجا مایدهش شنوندین اکمشون هر سال هر خیلی یک سال زیاد میگیرد 8 کیلو یک خیلی کم میگیرد سال 2 کیلو برای چی؟ برای که این یک تا خودش رفیق این مدینه این پسته مدینه من پسته چهار من بستگی من تنش غرق گل همین سال بگوانم که سالی هم 8 کیلو می بستگیش ها که همین خیلی بایی نه یک سال کم میبندد یک سال زیاد یک سال کم میبندد یک سال زیاد میبندد همین خیلی این رفیقش نیست آخی یک تا خودش توقع این حاصلای کونی وایتاله ها دارشویش این حاصلای پسته سالی گذشته هم موندید نچیندگی همو خودش داخل که هست من پسته‌شو آوردن ما خوردیم بهترین پسته از سالی گذشته مونده است همیشه موند می همیشه خوردتون نه این ما میشین اونم خدا خود با وای میشد با پسته میشد بر وقتش اینو نداختی دیر کردید شما انا همدیرون عزیز دیدید که ما نشان دادیم که در ولایت ختلان ولایت خوجند ولایت سوخت ولایت ختلان که وطن پسته در ولایت سوخت پسته کاری نبود اکنون پسته کاری سر شده است پسته پروری سر شده است من همین پسته در دهه سمچکی جماعت دهاتی دادابای خلمتوف همدیران عزیز من کدومی تماشا میکند از ولایت سوخت از ولایت ختلان همه کسا دونید که همین پسته یک چیزی که در همه جا میشود به اوبا میشود فقط یکم سال آب دادن در کار انا این کندهش همدیران عزیز چی گویم دیگر هیچ شما از ما درخواست کنید ما با شما پسته های بهترین ترکی رو دسترس کنیم در سال آینده در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد